یه زن مسن وارد اتوبوس شد. تو ایستگاه بعدی یه زن جوان و اخمو هم وارد اتوبوس شد و درست نشست کنار اون زن مسن. با کیفش به اون زن یه ضربه‌ای وارد کرد. زن مسن ساکت مونده بود. رو کرد بهش و گفت چرا اعتراضی نکردی وقتی بهت ضربه زدم؟ زن مسن در جواب گفت چرا باید خشن برخورد کنم وقتی سفر ما با هم کوتاهه؟ من درست تو ایستگاه بعدی قراره که پیاده بشم. وقت ما توی این جهان خیلی کوتاهه. تیره کردنش با مجادله های بی اهمیت، حسادت، نگرش های بد و منفی و نارضایتی فقط اتلاف وقت و انرژیه. کسی قلبتو شکسته؟ آروم باش. سفرمون خیلی کوتاهه. کسی بهت خیانت کرده، ترسوندتت، فریبت داده، تحقیرت کرده؟ ریلکس باش، استرس نداشته باش. سفرمون خیلی کوتاهه. کسی بدون دلیل بهت بی احترامی کرده؟ نادیدش بگیر. کسی نظری داده که خوشت نیامده؟ یه نفس عمیق بکش، نادیدش بگیر. سفرمون خیلی کوتاهه. شاید بگی بعضی از آدما لایق بخشش نیستن، سزاوار بخشش نیستن. ما که سزاوار آرامشیم. سفرمون خیلی کوتاهه. نادیدش بگیر.